صحبت‌های تازه حسام فرزان در مورد نامزدیش با آلیه انصاری و یاد خاطراتش. حسام فرزان به چی دلیل خواسته با آلیه انصاری ازدواج کند؟ حرف‌های ناگفته آلیه انصاری درباره این نامزدی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. حسام فرزان یکی از هنرمندان جوان، موفق و چهره دست کشور است. شهرت و محبوبیت هنری خاصی دارد. وی از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت و با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست مقام ششم را در این پروسه رقابتی از آن خود کند. بعد از ختم برنامه ستاره افغان، حسام فرزان به کارهای هنریش هم پرداخت و برنامه‌های مختلف را در تلویزیون طلوع می ساخت. حسام فرزان بعد از تحولات سیاسی در کشور توانست افغانستان را به مقصد کانادا ترک کند. حسام در کشور کانادا به کارهای هنریش به شکل شیوه جدید پرداخت و توانست در مدت خیلی کوتاهی رشد خوبی کند. حسام فرزان عاشقانه به کارهای هنریش می پرداخت و برنامه‌هایی هم می ساخت. تازه آهنگ‌های جدید آلیه انصاری با حسام فرزان در صفحات مجازی شهرت و محبوبیت خوبی کسب کرده است و همه آلیه انصاری و حسام فرزان را دو عاشق می داند. ولی حسام فرزان کاملا این سوالات را رد کرده است و بیان کرده است من با آلیه انصاری فقط رابطه در حد دوست هنری دارم. ولی آهنگ‌هایشان توسط مردم افغانستان حمایت گسترده می شود. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از آلیه انصاری و حسام فرزان خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آلیه انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.